ما نتونستیم جمع از جوانان خودمان را روشن بکنیم. 1 میلیون جوان هستیم، 1 روپگی 1 میلیون. چقدر بدبخت بیچاره داریم از تبار تاجیک در سرزمین؟ چقدر؟ $1 یک سیگرت خو میزنی روزانه. همایی مهم نیست. این کار میمانیم، این کار دنیا باید بکنه، این کار جهان باید بکنه. مسئولیت تو تنها استاده شدن خالی است. 1 دونه قلمت از سر جیبت باند بس. اینم کار هستی. دیگه ما تو چیز دیگه کار نداریم. انسجام، اعتماد، با هم بودن. انسجام، اعتماد، با هم بودن. انسجام، اعتماد، با هم بودن. امی است که ما را میرسونه بر یک نقطه که بسیار کلی هست. امروز جای بسیار خوشی است بر ما. جوانای عزیز ما را میبینم مسائل تاریخشان خوب درک کردن. روی راهکارهای خودشان متفاوت برنامه دارن پیش میرن و من افتخار میکنم بهشون. بر تک تکتان افتخار میکنم. دستکای نازنین هر کدامتان میفشارم. باور دارم براتان. شما برادرای عزیزم هستین، شما افتخارم هستین، شما تاج سرم هستین. شما هستین که ما بر مبنای شما حرکت میکنیم. خون ما هم فدای سر شما. بیاین امروز قول بتین، تعهد بکنین در این صفحه که ما با هم هستیم. بیاین اصحاب قفلت 3 سال بازیت میتن، 3 سال از این پلتفرمای مجازی میگردی. 1 روز کار دارم، 1 روز کار دارم که استاد چه کنارم. زیاد نی 1 روز، 1 روز استاد کنارم. خیلی کسا را تجربه کردیم، خیلی انسان ها را برنامه‌اش تجربه کردیم. 1 روز تا به من بده، 1 روز تا کار دارم و کنار خودت 1 رفیق تا کار دارم. همیال 400 نفر هستیم، 800 شدیم. 400 هستیم، 800 شدیم. 800 جای مختلف هست. هر کدامتان یک پرازیل هستین. هر کدامتان که حرکت بکنین امرایتان جمع کده میرین. آین رو باور باید باشه کش کده برید. این ذهن سازی را ما میکنیم. این ذهن سازی را ما میکنیم و این انقلاب وعده میکنم براتون. وعده میکنم براتون. یا میمیرم یا انقلاب برپا میکنم یا این حرکات مدنی را برپا میکنم. در ملل متحد حتما تک تک میزنیم. دادگاه لاهور حتما تک تک میزنیم. همه قدر که هزارت جنوساید میشه، تاجیک جنوساید شده روان است. تاجیک جنوساید امروز تاجیک جنوساید است. سرزمینت هم جنوساید کرده روان است. خودت هم جنوساید کرده روان است. فرهنگت هم جنوساید کرده روان است. عزت آبرویت هم خراب کرده روان است. برادرت هم قمچه و شلاق زده روان است. مسئولیت من و تو برام جوان چی است؟ شب وقتی سرکت در بالش خوابت میگذاری چه میاد از ذهنت؟ چه میاد؟ از جمع از مردمان سربلندی که تا حال با ما ارتباط گرفته روان هستند، تماس گرفته روان هستند، تشویق میکنند، قول داده روان هستند، استادگی کرده روان هستند، از همتان بابت تمام دیدتان تشکر میکنم. آلمانی های عزیز خیلی متوجه باشین که بر شما خیلی نیاز دارم. کسایی که در ژنو هستند بسیار بر شما نیاز دارم. جوانایی که در فرانسه هستین، در دنمارک، در آلند، در سویدن، در نروژ، در هر جایی که هستی فقط کار دارم. و یک صدای دیگه هم سر شورای سرتاسری جهانیانه که شورای پنجشیریان جهان است، سر از اینا هم سر هر کدامش دانه دانه صدا میزنم. بر هر کدامتان ضرورت داریم. امروز بیایم استاد شوین مالفی را بندازیم که جهان یک تکان بدیم و این تکان دادن بسیار ساده هست. بیاین حق خود ما را بخوایم. امروز ما بی‌طرفانه هستیم، با دید کسی کار نداریم، دید سیاسی دیگه نداریم. تنها باور ما همی است که حق خود ما را، مسئولیت ما را امروز در کنار چند جوان ما که پیش شدن، در کنار از این مسئولیت‌های خود ما را ادا کنیم. اونا اگر میرن بحث نظامی را پیش میبرن، ما بحث مدنیش را پیش میبریم. چه گپ است؟ ما سیاست را باید یاد بگیریم دیگه. حالا ما در دل سیاست بزرگ شدیم دیگه. ما در دود، در رنج، در بیکسی، در ناراحتی، در فقر، در کشتن، در انقلاب بزرگ شدیم. خواجه از رگ مزدور سازد لعل ناب، از جفای دهقانان کشت دهقانان خراب. یک شیری از مرد بزرگوار است که من یادم مصریش به یاد من نیست، اما انقلاب مدنی است و ما انقلاب میکنیم دوست عزیز. چرا امروز برای ما توهین میکنن؟ تا صبح مرا توهین بکن، تا صبح مرا من میگم سر و جان و تن پایم فدایت. امروز نیاز داریم کنار هم دیگر باشیم. اول مرا باید توهین کنه، اول باید مرا تهدید بکنه، اول باید به مزور بگوید. خکی بگوید. خکی یک کس باید همین جرأت نمیکرد دیگه. همین یک جرأت باید بکنیم. امروز جرأت از این داشته باشید که به عنوان یک انسان حرکت بکنی پیش بری. جوان و بغلانی عزیز، پنجشیری امروز برادرت است. جوان و پنجشیری عزیز، پروانی برادرت است امروز. جوان و پروانی عزیز، کاپیسایی برادرت است عزیزم. هر جا که تاجیک دیدی در آغوشت بگیرش. یک برادرت کار است نمیفهمه، یک برادرت مشکل داره، یک برادرت فهمش مشکل داره، یک برادرت از سواد کمک نارام است. او رو بغل بگی، اجازه نتیش استفاده شود، اجازه نتیش. اون نمیفهمه، تو میفهمی. اگر دشمن سرت موفق شد،
اگر حالا من مطمئن هستیم که خیلی توطئه دشمن زیاد بوده، اما توطئه ها را از عناوین مختلف قطع کرده روان هستیم. اکثریت جوانای امروز به فکر آمدن کجا روان هستند، چه میکنن، چه باید بکنن. دنیا حلقه تمدن خودت استاد است. ما نه دفتر کار داریم، نه دیوان کار داریم، نه پول کار داریم، نه سلا کار داریم، یک قلم تا کار داریم یا یک استادگی تا برای یک روز یادم نی. در یک روز این کره را باید یک دفعه بلرزانی، بفهمن کی هستی دیگه، نشان بده خدا. اینی جا اگر زور هستی، قوی هستی، با غیرت هستی، پاچت بلند است، سرت بلند است، اینمی جز دیگه سر بلندی تا باید نشان بدی. جوان فاشیست پشتون امروز میلرزه، میفهمید؟ او باید بلرزه. دیگه کسی اجازه نمیتونه ما را استفاده بکنن. دیگه کسی اجازه نمیتونه بنابین مختلف بیاین ما را در درون و مادران ما را اذیت بکنن. امروز سرت خنده میکنن، یادتون باشه. امروز سرت خنده میکنن، فردا سایلت میکنن، تقلید میکنن، پس فردا برات تک میزنن. یادت باشه. بگذار امروز سرت خنده بکنن، بگذار امروز تنها بانند، بگذار امروز نادیده بگیرند، بگذار امروز دردمند ببینند، بگذار امروز بیکس ببینند، بگذار امروز بیچاره ببینند. اما فردای روشن در انتظار است.